Ercan. 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 این دفعه از دستم گرفتن نمیتوانید. حالش چیه؟ زخمش وزین است. بسیار بد است، بسیار بد. در حال به بیمارخانه بردن لازم. ارجان باشد او را به بیمارخانه میبریم. ارجان مرا میشنوی؟ ارجان تو را نجات میدهیم. طاقت کن ارجان. آقا چی کار میکنیم؟ اون میمورد. شما او را تاجیلا به بیمارخانه از همه نزدیک ببرید. فهمو؟ تو چی کار میکنی؟ من اینجا میمانم. باید اونها را یابم. شما در حال به پلیس یا اینکه شخصان لازمه خبر دهید. فهمیدید؟ فهمو خبر میدهیم. ارجان یگید آن آدم ها رو یاب. حتما یاب. میابم. نگران نباش. خودت را خسته نکن. صبر کن. خودت را احتیاط کن. شما هم اگر یکان گپ شد با من خبر دهید. خوب شده است اکا. خیر براری کن. نترس بچه نترس. نترسم مادرم. با این دختر چیکار کردن لازم؟ گرده و دیگر عضوهایش رو میگیریم. این دختر چرا بیاریم؟ امروز کارتان بسیار است. بیاید گیرید. زودتر این کار رو حل کنید. خیز از جای است. کنی خیز. چرا دمت رو گیر؟ بیگ باس. No. Big boss. I am with big boss. We have big business with... تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ چی خیلی بیگ باس؟ چی میگویی؟ چی دیوانگی داری تو؟ Big boss. I said Picasso. نترس بچه نه پیکاس؟ تو از کجا میشناسی پیکاس رو؟ تلفن خب Picasso. نایلش اینها در اینجا میستن. دیگر حالش رو دوام میدهیم. با گمانم این آدم پیکاس رو میشناسد. چیزی میگوی از لیکن نمیفهمم. Picasso. Friend. باید با پیکاس خبر دهیم. باز سرمون در بلا نماند. خب مایلش اینها در اینجا ایستن. دیگرهایش رو میبینیم. در این اول او را یگان کار کردن نمیتوانیم. کنی خز از جا. خز. نمیفهمی. این بیا. از زوری نکن تستر این بیا. یاری دیه زود باشه زود. آی یگان دکتر نیست. با اینجا زودتر یاری دیه. با او چی شده است؟ در یک ترکیش وزین می باشد. در این احوال کاری کردن نمیتوانیم. بس کنید اول پرسیدن رو زودتر یاری دیه. این آدم باید زنده ماند. الو سردارم. خیری چی شد؟ سردارم کارها بسیار هم بد شد. چی شد خیری؟ آیا به ارجان یگان حادثه رخ داد؟ سردارم کسی با ما حمله کرد. ارجان وزمین است. او را به بیمارخانه آوردیم. یا خدا احوالش کل است؟ بسیار وزمین است. خدا خواهد سلامت نجات می‌یابد. انشالله سلام. چی شد؟ عضوها رو میارن؟ متاسفانه ارجان زخمی شده است. او را با بیمارخانه بردند. تو گفته بودی که من میابم. از نابکاری آدم‌هایت نبیره من میمیرد. سفسطه بیاده خونده سر مرا ویران نکن. نبیره گفتگی از دختری من میباشد. گویا که تو از من او را زیادتر دوست میداشته باشی. دادا والا چی کار میکنیم؟ سردارم شاید احوالشون قدر بد نباشد. خوش کار کنیم نیازی. به فکر تو رفته جگری او را گیریم؟
راست میگوید. آقای حاضرو التماس میکنم اقلا شما یگان کار کنید. کار به اینها افتاد از دستشان هیچ چیز نمی آید. سینان تلفنت رو با من ده. کجا شد؟ ما گیر. تستر تمامی عضوهایت را میگیرم ابله. رفتیم چاکت میکنیم آورا تارت میکنیم کلی پیش درا درون درا. الله استید الله میبینیم که کی را پاره میکند. خب با این اسیرها یکم صحبت شود. تشت درا کنی زودتر او را خبر. گوش دارم جناب. شما خوب هستید؟ تور نزن بگویم. معلومات ها را روان میکنم. تو از آدم های بودت زودتر گرفته روان کن. من به بعضی بوده نظر کردم در آنجا یک کس خوابیده است. کدام است جناب؟ من از کجا دانم؟ از روی قیدها یک زن 35 ساله می باشد. حجت را کشاده ایستادم. بله در اینجا یک زن بوده است. مرا خوب گوش کن. جگری او با ما لازم است. آخر جناب سنجش نگذرانیده چی خیل می شود؟ سنجش کاری مشکل نیست کو. زودتر کنه زودتر. گویا که یکم بار میکنید. از جگرش کمی میگیرید خلاص. اطاعت جناب. گوش کن. اول این زن رو به نظر میگیریم. فوری است. فهما. خیر مایلش من حل کردم. بعد یک چند ساعت کار حل می شود. چهل این کار حل شده بوده است؟ هزارها انسان در نوبت ایستادند. تو چه در یک لحظه یافتی؟ من این را نفهمیدم. دخترت نجات میابد. با باقی مونده کار دخلدار نشو. چرا دخلدار نشوم؟ شما چکار کردنید؟ از کجا این کار رو حل میکنید؟ همچون پدرش من باید اینها را دانم. دخترت باشد اینجا مرده ایستاده است. تو باشی از پی کارهای دیگر. برای کسی رو نجات دادن دیگری باید مرد. از آنه که به دام مافیای ارگان فروش رفتم بهتر این که نشسته تقدیرم را انتظار شوم. میدانم دخترم جان و جیگرم تمامی هستیم است. اما اگر تقدیر این خیل باشد اجل که آمد به من و تو گوش نمی کند. هر چیزی که نوشته باشد آن می شود. شکر خدا که من ایمان دارم و به این چیزها باوری دارم. آخر دخترت نجات میابد. با باقی مونده کار نشو میگویم. گوش کن. باز شما از پی چی کاری احمقانه هستید؟ تا وقتی که من نفهمم که این راز کجا میگیرید شما اصلا او را با نوربانو نمیگذرانید. شما مرا فهمیدید؟ خدا میداند که باز خونی کدام بیگناه را میریزید. این آدم دیوانه میباشد. با خدا دیوانه. نترس دختری. نترس. شما یاری میرسانم. شما مرا فهمیدید؟ آیا میدونید که شما برای چه در اینجا هستید؟ نه. آنها شما را میکشند. No. We bring something. چی؟ شما چه ها میگویید؟ شما چه آوردید؟ We bring something. با پیکاس همین بازیچه کودکانه را آوردید؟ Look at him. People. You understand to you? شما این را از کجا یافتید؟ آخرین یک
نودایی خطرناک می باشد. We make an agreement with Pikas. I will give this and he will give me money and freedom. شما نمیفهمید. پیکاس هرگز به وعده‌اش نمی‌ایستد. نه پول میگیرد نه آزادی. او شما را میکشد. میفهمید؟ او شما را میکشد. No. Agreement. He promised. پیکاس به وعده‌اش نمی‌ایستد. همه شما را میکشد. در حال از اینجا گریختنتان لازم. No. Pikas, waiting for us. به من گوش کنید. پیکاس شما را میکشد. اگر زنده ماندن خواهید حتما به من گوش کنید. در حال زودتر از اینجا روید. باید از اینجا گریزید. Pikas will come. He give me money and freedom. پیکاس شما را زنده نمیماند. ای آدم آیا شما نمیفهمید؟ منم. آنها در کجایند؟ در آنجایند. جراحی را آغاز کردند. فهمم. مهاجران در کجا میباشند؟ آنها هم در همین جایند. یگو مشکلی است؟ نه جناب. آفرین. من استعفای کار میشوم. من پیش شما آمدنی بودم. با کجا میروید؟ حاضرال زنگ زد. در حال یک جگر لازم بود است. از یک زن گرفتن اما لازم. یک دختری خرد میباشد. پیکاس گفت که با او یگان کار نکنید. با ما گفتن که گرده های او را گرید. شما کاری دختر را با مالتی دیرتر مانید. پیکاس که کارش را تمام کرد پس او را میگیرید. فهما بریده میگیرید. خوب شده سال جناب. او را گره. زودتر وقت کم است. خیز با تو میگم. خیز دیما بگی نکن نمیفهمی. یا خیز از جهت یک کمی تفشا تون طرف. خیز جویا. پسر گره. این رفته. دیوانگی نکن فایده ندارد. پیش در رای. دیوانگی نکن. رفته پیش در را از دو سرش کار کردن میتونیم پیش در را نترس آخر گفتم که از اینجا گریختنتان در کار. به من باور نکردید. اکنون فهمیدید. اکنون باور کردید. My wife, what happened to her? Help me please. Save us. او را هم میبرایم. حالا از اینجا گریختنمون در کار. Okay. فهمیدید؟ بسیار خوب. از این زینه پایه ها میبرایم. اول کودکان. فهمیدید؟ بعد خودی ما. My wife. به من گوش کنید. زنتان را هم دیرتر نجات میدهیم. حالا باشد زودتر باشید. اول کودکان و زنها را نجات میدهیم. زودتر باشید. زودتر احتیاط کنید. فقط احتیاط کنید. زودتر دکتران علاقه کارا سر کردند. قرار نمیستد. آقای دکتر کمی با صبر شو. اگر تو را مثل بوزیچه برین میبریدن آیا قرار می‌ایستادی؟ هرگز این خیال نگوید. تحمل شوخی هایش را ندارم. کنی او را خوابانید در حال بیهوش کنید. من هم یاری دیم. خدمت من هم گذرد گفتنی بودم اما این آنقدر خوب نشد. باز گفتنی بودم که خودم بریده پرتایم چی لازم. باز یکی نمیرد.
اینقدر آدم یک زن رو بیهوش کردن نتوانستید. انا بینید یک شپلاق زدم بیهوش شد. جناب جگرش رو گرفته به استانبول فرستادنم لازم است. دیر مانده ایستادیم. تنها جگرش رو؟ چشم، گوش، گرده و دلش هر چیزی که لازم باید گیرید. یک انسان چند پول میایستد آیا تو میدانی؟ آره جناب من همه این را نمیدانم. من تنها چوک میکنم. آقای حاضرال حساب کتابش رو میکند. خیر میلش. در حال کارتان را تمام کنید. دیگرهایش در کجایم؟ بیاید شما رو ببرم. آنها در خفا میباشن. رفتیم ببینیم. یعنی سر کرده. آقای پیکس آن شخصانی که از ما مخفی می‌دارید مرا به مراق آورد. به مراق آمدنت خوب است. آیا نمی‌بینید؟ این قدرش رو گویم که وزنش بسیار سبک اما در ارزش بی‌بهاست. مثلا 500 میلیون دلار. 500 میلیون دلار؟ شما جدی میگویید؟ همش در یک مرتبه نگران نشو. آهسته آهسته. اینقدر پول با عقل انسان راست نمی آید. این طلا می باشد یا اینکه الماس؟ طلا و الماس در نزد او صفر است. گوش کن، این چیز اورانیومی پخته است. نیم کیلویش برای قوه برق تمام استانبول یک ماه کافی است. حالا باشد در دستمان 1 کیلو اورانیوم است که تقریبا 14-15 میلیون دلار است. 1 کیلویش؟ اینه چخیل نه. آینده دنیا یادگیری است. همه جنگ های نو از پشت این است. یعنی که یکم مراتبه می شود. اینان همین خیل. انبار اساسی در روسیه است. شطوری که با مهمان هایمان شرطنامه کردیم 50 کیلو است. چخیل؟ پولی کلا نه؟ آه وای وای وای. پس شما چخیل اینها رو به دست آوردید؟ شیرکم ما این کار رو چندین سال شد که میکنیم. در 4 طرف دنیا انبار داریم. وقتی که مشتری پیدا شد میفروشیم، فروختن میگیریم. شما الکی مشتری رو هم یافتید؟ فروختنش آنقدر دشوار نیست. مالی که فروختن نمیشود اصلا اون را نمیگیرم. شیرکم راه گرد. زودتر زودتر زودتر. پنهان شوید. محافظت کنید. خودتون را محافظت کنید. زودتر. این از کجا پیدا شد؟ اینجا را چخیل نمیدانم. رفت آدم هایت را گرزن. زودتر. خودتون را محافظت کنید. زودتر. بیا زودتر. رفتیم. اصلا این زد و خورد مرا در حیرت نآورد. منتظر بودم که کی که پیدا میشم. پنهان شوید. یگید این مراتب از دستم خلاص نمیشوی. اکنون من نظم میدانم که تو با چی کارهای رزیلانه مشغول هستی. اکنون تو رو از حکم عدالت جایی گریز نیست. یگی جسدت را پاره کرده به نزد سگها میپرتایم. یگی جسدت را پاره کرده به نزد سگها میپرتایم. تنها بهوده مینقی. یک بار مردانه در گفدیست. منتظر نشو. این مراتب می ایستم. کجا شدید؟ این آدم چخل بدن اون در آمد. نمیدونم جناب. اما چخل برای آردن اون را میدونم جناب. تنها همین قدر هستید. بازگان گروهی دیگر نیست میپیکست. تمامی سگها را جمع کرده به مقابلی منی تنها برآمدنت چی معنی دارد بدانی؟ چی میشود شیرکم؟ پیداست که تو یک رزیلی ترزانجک هستی. همه دیرتر به آخرین فیلمی پرهیجان میرسیم. بسیار گپ زده خودت را بیهوده خسته نکن.
کرده او رو زود به نزد من بیاره. زودتر راه گرد. زودتر. سر آیا من از تو یگان و خلاص میشوم یا نه؟ نه حالا خلاص میشوم. همیشه مانعی کارهای من میشوی. با تو نفرت دارم. بسیار خوب، معلوم که در راه درستم. تو را میکشم، پاره میکنم. بسیار نلم. پاره جناب، دختری میجستگیتون در اینجا نیست. چی خیلی نیست؟ یگید دخترچه کجا شد؟ امان دختری که در دست از بازیشه داشت. پروا نکن، بایکی ها باز به جای در کاریش رسیده است. یگید حاضر تو را در اینجا. مرا خوب گوش کن. دخترچه خود گریخته است یا اینکه او را گریزاندن؟ چی کار میکنی نمیکنی او را نیافته؟ به اینجا بر نمیگردی، هرگز بر نگرد. اورانیوم در درون بازیچه دست اوست. او تو رفته نمیتواند. کمی پس هوا روشن میشود، او را به آسانی مییابیم. فهما. ببرید زودتر. اسما دخترم اسما دخترم نترس دخترم تو را از من کسی نمیگرد. یک موتر میآید غالبا نجات دادی. هی استاد شو لطفا. نگران نباشید، شما را نگرفته با یگان جای نمیروم. کنین رو بمانده. این بازیچه رو میده. این بازیچه در دستت بوده برای آدم‌های کلان میباشد، نه برای کودکان. رفته کاف تو کاب کنید. یک کار کرده اون دخترچه را یابید. همین زودتر شوید. پیکاس، پس در سرت نیت‌های ناپاک داری. شیرکم در سری پرمغز همیشه نقشه‌های کلان است. اما با این سری کلان بی‌مغزت از عهده یک دخترچه کوچک نمیبرای. این چه خیل کار است؟ خیر تو مسخره کردن گیر. به نزدیکی این گپ‌هایت را به خودت میگویم، البته اگر زنده مانی. با فکرم خبری خوش آوردی جیهون. آفرین به تو شیرکم. و کجا بردنت را میدانی؟ انا شنیدی شیرکم؟ تو مرا چقدر مانع شده ای که باز یک دخترچه مانع شود. از آن زن یگید زود. حالا که فرصت داری مرا زودتر پران بکس. نمیشنوی بزانو زن میگوید. بزانو نمیزنم. چیکار میکنید؟ مرا گوش کن. ایست نجوم آرام شو. یگید من نمیخواستم که در اینجا مثل حیوان بکشم تو را.
میدونی چی شیرکم؟ همراه تو بسیار کارهای خوب را موفق شده میتوانستیم. غلط میکنی پیکاس. چرا رنگت پرید؟ مثل حیوان ها شما بر اینها میمورید، نه من و من بر اینها مثل آدم با شرفانه جان میدهیم. حالا هم سفسطه های را بس نکرده ای تو شیرکم. تا حال مرا از مردن ترساندنت باور کن خنده‌آور است. گپ را دراز نکن و زودتر پران. با شوق و هوس یگید، با شوق و هوس. مرگ عبرت آموز این شخص را خوب تماشا کنید. از مرگ این آدم عبرت نگیرید شیر بچه ها. مثل او بر این حالا زندگی نکرده جوان نمیرید. جوان مردن چندان بدی ندارد پیکاس. برای چی؟ مردن برای کاری حق این شرف است، این شهادت است. مادامی که مردن را این قدر میخواهی تو را بسیار منتظر نمی کنم شیرکم. خیر شیرکم. گریز پیکاس، تو ببینیم تا با کجا میگریزی. یگیت باز از دستم خلاص شدی. کو بینیم تو را از دست من کی نجات میداده باشد پیکاس. تو رو میکشم شیرکم، تو رو نیست میکنم. تو رو پوست کرده گوشتت رو زیری راهی منفرش میکنم. میموریگیت میکشم تو رو. دستم خلاصی نداری. حتما تو رو نیست میکنم. کنی با ماشین سوار شو. گذر. تا حال با تو سبق نشده است مگر پیکاس. معلوم نیست که کی را میکشد. اگر بجای تو میشدم در حال میپراندم. در حال. کنی با ماشین سوار شو. گذر. زودتر. راه گرد. راه گرد. در را کشا. کشا. خوابهای خوش شیرکم. کارت را تمام نکرده تو را آزاد نمیمانم. آغاز کار ما چی شد؟ امانتی را چی کار کردی؟ استاد به اینجا حمله کردند. ما زیر تیر قرار داریم. عالی جناب ما رو دستگیر میکنید. یکان کار کنید. احمق ها، نابکارها، دیوانه ها تا تگی درتان آمدند و شما بخبر ماندید. التماس یاری دیگه جناب. اگر خواهی که نجات یابی مرا به این کارها همراه نکن. وقتی که همه آرام شد فکر شما را میکنیم. التماس با من یکم کاری نکنید. من یک دختری عادیم. رمضان بگویم بیگناه هم من. زبانت را بند.
چی شد؟ می آید؟ جگر رو فراموش کنید. متاسفانه آمده نمیتواند. چی؟ برای چی نمی آمده است؟ آخر باید می آمد کن. پلیس به آنجا حمله کرده است. تو چی ها میگویی؟ نباشد نوربانو میمورد؟ یعنی که دیده دانسته نبیرم میمورد. آخر او را نجات میدادید. آخر گفته بودید که میابم. ای آدم تو هم بفهم، زمان پیشینه نیست. و تمام مکانهای ما حمله میکنند. قدر و قیمت ما نمانده است. عجیب، حالا خوشحال هستی ها؟ تو چی گفتن میخوایی؟ آدم بر این گپ زن. میگویم که خوشحال میباشی. نوربانو میمورد. جگری که برای او لازم است حالا ما نیافتیم. برای نجات یافتن دخترم جانم را فکر نکردم میدهم، اما به جان دیگر آدم ها یک ذره ضرر نمیخوام که رسد. وجدان من نمیبردارد. رفته در پیش مافیا های ارگان فروش سرفرا نمیکنم. آدم بر این در تقدیرم چیزی که باشد راضی میشم. بیا رفتیم. مرحمت. خدایا همه چیز در دست تو است. حیات عطا میکردگی تویی، زنده میکردگی هم تویی، مرگ هم در دست تو میباشد. تو میدونی که از دل من چی میگذرد. التجا میکنم دخترم را حیات بخش. شما؟ مرگ به شما. با معاش خلق وفادار تحصیل کردید، استیپندی گرفتید، یک جا نان خوردید، در خوابگاه های آنها، در جایگاه آنها خواب کردید. آن انسان های جفاکار همیشه در فکر شما بودند. دکتر شده خدمت خلق فقیر و فقرا را میکنند. جناب این منظره را بینید. این مکان رو به قصابخانه تبدیل دادند به شرفا. کن اینجا بیا. اینجا بیا. ایسته چی کار میکنی؟ ای شرف، من تو را پاره میکنم. کنی بینم شوشی تو چند پول میستم. من این کار رو نکردم، مرا مجبور کردن. سرده معلوم که شوشی این با 5 تینی پوچاک ارزش ندارد. حالا که در دستمان است او را پاره کرده یگان موزش رو میگیری. صدایش بلند نبراید. به این هم سرم درد میکند. تو با من بیا. کمی ترسونید لیکن یگان ضرر ندهید. بعد با پلیس تسلیم کنید. خوب شده است جناب. از دیگیت یگان خبری هست؟ متاسفانه نیست جناب. جایش را تا حال معاین نکردیم. با گمانم ساعتش را گرفتند. در کجای یگید؟ در کجا؟ شیرکم از خوابی کوتاه بیدار شده باشی، تو را به خوابی ابدی روان میکنم. باز چی سفسطه میگویی پیکاس؟ گفتم که میموری. گوشت را به ماهیا میدیم. اگر مرا کشتنی باشی کش. از این بیچاره ها چی میخواهی؟ نمیفهمی یگید. اینها انسان هایی هستند که ارگان های درونی آنها گرفته شدند، دیگر به هیچ چیز کار نمی آیند. وقتی که گرده دخترک را که گیریم، پس چرا او را زنده مانیم؟ چرا از پس همان یگان دلیل گذاریم؟ حرامی بی ایمان. تو هم همراه آنها خوراک ماهیان میشوی شیرکم. همیشه همین خیل تهدید میکنی، اما در آخر مجبور میشوی که سگ بر این گریزی. شیرکم آخر من راحت میکنم. این طرفش را فهم. چنانه که گربه با موش بازی میکنم، من هم با تو این خیل بازی میکنم. کنی بینیم این مراتب چه خیل خلاص میشوی. میگویم که این مراتب چه خیل خلاص میشوی. تو بهترش فکری خودت را کن. بسیار گپ میزنی، از تو بیزار شدم. اکنون بس از سفسطه.
روز بخیر آقای مظهر. متاسفانه این روزها اونقدر بخیر نیست دخترم. از پیکاس یگان خبری هست؟ متاسفانه خبری ندارم، اما به گمانم او چیکاری مخفی کرده ایستاده است. چرا او را میپرسید؟ در دستش اورانیوم $1,000,000 بوده، یگیت را هم گریزانده در کجای پنهان شده است. خاطر نشوید، یگیت با پیکاس چیکار کردنش را میداند. انشالله دخترم، انشالله. خدایا احوالش بد شده ایستاده است. در حال به دکتر خبر دادن نکن. چی شد همشیر؟ حال نوربانو بد شده ایستاده است. اجازه دهید. التماس در اومدن من است. دادا چی شد؟ نمیدانم پسرم، نمیدانم. درها چیزها را پیوست کردن لازم. خوب شده آقای دکتر. با گمانم که لحظه های آخری بیمار می باشد. توبه. شیرکم افتاد رو این خیل بیزیب نکن. با ماهیان خوراک لازم همین خیل نه؟ تو بر این شیر بچه زیب دهانی آنها هستی. بله بله. خاتمه ای کار آمد برادرم یگید. بسیار خوب به هوا پریدی، مثل فیلم های گلیوود شد. این خیله بوم. آقای دکتر چی گپ شد؟ وقتمان تنگ شده ایستاده است. با جراحی میبریم. گوش کنید، چی شدن عاقبت کار را راستی که نمیدانم. میلش از دستتان میامدگی کار کنید. زاری توالا میکنم آقای دکتر. انا شد وقتش رو که معاین کردیم همش تمام می شود. جناب کایک نزدیک شد. اکنون می توانیم که رویم. می رویم شیرکم. خیر یگید. کاش که با تو بسیار وقتم را می گذرانیدم، لیکن همه چیزی میخواستگی انسان عملی نمیشود. میخیل نه؟ دعا کن که از اینجا صحت و سلامت نبرایم. خداگوی که از اینجا رهایی نیابم. نباشد تو را حتما پاره میکنم. اوه بسیار ترسیدم. نباشد در پس مادرم پنهان شوم. بیا میرویم شیرکم، میرویم. زودتر. گذره طرف. زودتر. خودت را احتیاط کن. الوداع یگید. رفتیم.
مادر التماس بگوید تو اپام رو نجات دهند. التماس. من او رو بخشیدم. اومده با ما زندگی کند. چی گپ شد نجیب؟ چی گپ شد؟ چی میشود؟ از پشت تو اپام نمیرد. الپرین کنی اینجا بیا. شین آرام شو. بیا پسرم. چی شد نجیب سردار فهمون؟ دکتر چی گفت؟ دکترها او رو بردم. این آخرین دیدارتون میباشد گفت. باوریم نمیآید. راست میگفته باشن. حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ یکم کار کنیم ها؟ کار دیگری نیست. انتظار میشویم. دعا میکنیم. اگر کارمون به دعا مونده باشد سوختم. خدایا مرا صبر ده. یا رب صبرتو کن. در اینجا در این حالت با دست و پایی بسته جانی مرا نگیر خدایا. بلا زند از دستم افتید. بسیار خوب. بردار تلفنت رو سردارم بردار. جواب نمیدهد. 5 مرتبه زنگ زدم. با نوربانی یگان حادثه رخ داده باشد. سردارم تلفنتون زنگ میزند. لبای خیری. سردارم با شما یک خبری خوش و یک خبری بد دارم. اول بدش. سردارم متاسفانه ارجان را از دست دادیم. نه خداوند رحمتش کند. سردارم خبری خوش باشد. ارجان پیش از وفاتش توصیه کرده است که جگرش رو به نوربانو دهند. پیش از مرگش به فوند خیریه ارگان ها مراجعت کرده است. یعنی مراجعتی کردهش با دستخط خودش موجود است. تو چه میگوی خیری؟ با دکتر گپ زنان کردم. ارگان رو گرفته میآییم. با یک مکانی مخصوص گذاشتند. 1-2 ساعت پس در نزد شما میشویم. با همه سلام ما را رسانید. آماده باشند میلش. خیری آیا این کار میشود؟ میشود سردارم میشود. نگران نباش. انشاءالله که میشود. ما کمتر پس حرکت میکنیم. خیری احوال نوربانو بد شده است. التماس تیزتر باشید. زاری میکنم زودتر باش. میآییم سردارم نگران نباش. میآییم. در حال حرکت میکنیم. چی شد سردارم؟ خیری جگر رو میارد. من رفته دکتر رو یابم. بسیار خوب. تشکر زیاده کرد. زودتر باش خیری زودتر شو. وقت نداریم. بیا میرویم. زودتر باید رسیم. زود باش برادر. زودتر. التماس زودتر. برادر زودتر. زود باش برادر. کاش که یکی از ما جدا نمیشه. راست میگویید میکاس. شما این معلومات ها رو تیار کنید. آقای دکتر حال دخترم چه میباشد؟ متاسفانه بسیار بد است. مرا گوش کنید. برای دخترم جگر یاب شد. بعد 2 ساعت خدا خواهد در اینجا میشوند. شما در حال تیاری رو بینید. راستی گپ تا این مدت چی شده نش رو نمیدانیم. فهمم. تنها 1 ساعت آقای دکتر. یک کار کرده یگان راهش رو یابید. التماس از دستمون می آمدگی کار رو میکنیم. فقط خواهش میکنم که دیر نکنید. نوربانو رو از دست میدهیم. شما تنها آمادگی خودتون رو بینید. خدا خواهد آنها میرسن. انشالله. زود باش برادر. زودتر برادر جان زودتر. خدایا مدد کن. در حال رفته ماشین را آماده کن. اطاعت سم.
کمی پس ماهیان ضیافت خوب میخورند. آخر همیشه آدمان نباید ماهیان را خورند. کمی ماهیان هم گوشت انسان را خورند. راست میگویی شیرکم. شکر نامت آقا جان. 5 4 3 2 1 بوم. انا یگیتم. تقدیری تو تا همین جا بوده است. چیکار کنم؟ زیق شدم ها؟ حالتان چطور است؟ Fine. Thank you. اسما اسما تو چه حال داری؟ دکترم اسما چی میشه چشم‌های ربس بود؟ اسما بار در دستم. به مکانی واخوری میروم. پول همراهت. خب گوش کن. مرا بسیار منتظر نکن. میروم شیرکم. بانگ خطر. یگان کس مرا میشنود. ساحل یگان کس مرا میشنود. خبر دهید. سمیل اورانم تا حال در دست پیکس است. لایت هاوس شیپ از سخنهایتان چیزی رو نفهمیدم. لایت هاوس به خدا چیزی رو نفهمیدم. لایت هاوس شیپ کشتی؟ مانی دلار. به خدا از گفته‌هایش چیزی رو نفهمیدم. فقط پول را دلار را میگوید. لایت هاوس مانی شیپ پول. بسیار خوب. شیرکم مکن همینجا. خطا نباشد. من این جایها را از یاد میدونم. هرگز خاطر نشد. چندین سال با این فانوس کشتی ها را رابلدی میکردم. حالا باشد پیش راهی ما را روشنی میکند. بعد از یک مدت میلیون ها دلارمان را میگیریم. من هم حق خودم را میگیرم. همین خیل نه؟ آیا جانت را برای من در خطر نماندی ها؟ البته که پولت را میگیری شیرکم. راه دید پلیس هم راه دید. گوش کن به خدا حاضر ماشینت رو میکفونم. یک طرف استید. پلیس هم شما را با محبس میپرتایم. به خدا چی شد؟ به روزهای پیشی نبرگشتی؟ چی تا حال خودت را پلیس فکر میکنی؟ بیا مونکا، آنها میدانند که ما پلیس نیستیم. برای همین آروم شو. زود باش خیری، زود باش. سردارم من خیری رو زن. الو خیری، در کجایید شما؟ در کجا باید باشیم؟ البته که در ماشینی. این رو نمیپرسم، مکانتون رو میپرسم. در راه مکه، در راه چفرلیولو. مرا دیوانه نکن. اکا چی شده؟ تو خوب هستی؟ من خوبم، تو چی خیلی؟ شکری خدا اکا خوب هستیم. با خدا پرهیجان هستیم، سر و سیماییم. اکا چرا تو وقتی ما رو در تلفن میگیری؟ خیری تو به اینجا بیا.
با اینجا بیا دیگر یکان چیز نمیپرسم فهمیدی؟ خدا جزای تو را ندهد. تو این گبرا با من گفتی؟ ها؟ اکا برای چی تو را گویم؟ نباشد کی را گفتی؟ اکا در راه بودگی ها را گفتم. اینجا راه ها بسته هستند. در عمرانیه محکم شدیم. گفتنیم که شاید کم دیر کنیم. فهمو من میگویم که با شما یاری رسانم. فقط شما یک کار کرده دیر نمانده زودتر بیاید. فهمو حتی یک دقیقه هم دیر نکنید. این آدم بیفهم است. در کجا می باشم؟ در عمرانیه بین ماشین ها مانده. او کی می رسد؟ شاید کمی دیر ماند. با برادران خبر میدیم اما با شما معلوم که راه استانبول پر از ماشین است. در معده‌ات یگان مشکلی نیست. داروهای گفتم رو میخوری. اگر یگان درد دیگر پیدا شد با من زنگ زن. فهمیدی؟ یک گاز گاستروپی میکنم. تشکر دکتر. آقای دکتر گاز گاستروپی از چیست؟ با راه دهان به معده میرویم و از معده یک پارچه میگیریم. بعد من سردار مجادله با ترور نجیب علم است. بفرمایید سردارم. گوش کنید. موتورسیکلتون با من فوراً لازم است. سردارم اگر خواهید ما یاری دهیم. در کن است رفیقان. موتورسیکل راندن رو میتوانم. موتورسیکل در نزد در میباشد. مرحمت سردارم. تشکر. تشکر رفیق. سلامت باشید. این آدم کجا شد؟ آمدن. کفی دستم خاریده ایستاده از شیرکم. Look at lighthouse. You see? Okay. فهمیدم سودا در همین جا می شود. علاجش را باید یافت. ای خدا، در مقابل پیکس و جیهون تنها من و این آدم های بیچاره. عجبا چیکار کنم؟ فکر کن یگید. زودتر علاجش را یاب. زودتر. نجیب سردارم در این جایه. پری زودتر سوار شو. خوب است سردارم. سوار شو. اینها رو میفروشیم یا اینکه اورانیوم پخته را؟ کی میگوید که آنها دشمن ما هستند؟ ما تنها با آنها مثل دشمن رفتار کرده در دولت‌های عرب شأن و شرف آنها را بالا میکنیم. آنها با شرافت دشمن ظاهری ما در دولت‌های مسلمانان فرصت معرفی خود را دریافت میکنند. پس زیدی که شأن و شرف ما بالا میشود. شیرکم باز زیدی که شود آخر. در این کشور زیدی کسانی که مجادله میکنیم زیدی آنها شأن و شرف من بالا می شود. زیدی فکر و عقیده خلق ساده اندالوکی مسلمانی خاص می باشند. یعنی چی خیل؟ تو یگان مراتب تاریخ را خوانده ای؟ در وقتش دولت های غرب زیدی عثمانیان همیشه با کی همکاری می کردن نه؟ این را می دانی؟ از کجا دانم؟ گرد و اطراف شما ارکین کندوها و دوستانی در خارجه بودنتان و آنهایی که ما را دشمن می شمارند. راستی گپ در حیرت موندم. در حیرت نشو شیرکم. فرق در بین پیشینه و حاضره تنها یک چیز است. گوش کن با تو یک درس تاریخ. در وقتش دوستای غرب بوده امان روی شاد با عثمانیان اتفاق بودن. حالا باشد با این شرطنامه بسته اشان یک دیگر را مثل دشمن نشان میدهند. نباشد اینها هم در نزد خلق مظلوم ما را زیدی دولت‌های غرب نشان داده کشورهای مسلمان بوده را فریب میکنن. همین خیل نیست مگر؟ ها انا این خیل شیرکم این را دانسته گیر. فهمیدم، لیکن این آدم ها این اورانیوم پخته را زیدی دوستای غرب بوده شما و زیدی دولت‌هایی که ظالم میباشند برای استفاده زیدی آنها نمیگیرن مگر؟
شعرکم تو ساده بوده ای، باز با این حالت سردار شدنی هستی. آیا تو آنها رو تا امروز در تاریخ شنیده ای که با کشورهای غرب جنگ کرده باشند؟ یا اینکه از نام مسلمانان یک وجب زمین را فتح کرده باشند؟ یگان مراتب شنیده ای؟ یا اینکه سلاح‌های یدرویی که با اورانیوم ساخته میشوند، البته که اولین درجه ترکیه بر این دولت مسلمان را با دیگر دولت‌ها را بی‌تش را ویران میکند. آیا میبینی که در دستمان صندوق پر از پول است؟ نه؟ دستایم میخورد، دستایم میخورد، دستایم میخورد. یگان مراتب اینقدر پول نخ رو ندیده بودم. مرا گوش کن، بسیار قماربازی نکن، برای آنکه درآمد و برآمدی پولت به خاک یکسان می شود. جناب، کاری قماربازی کردن نیست، بلکه دخترها هستند. نخود که ندانم چه خیل تو را کشف کردم ها؟ این خیل نکنید جناب، مرا شرمسار میکنید. از جایت نجو، نباشد مغزی سرت را پاش میدیم. آیا ایگین نمرده بود؟ آخر ایگین همین خیل آدم است، میخواهد که همیشه مرا سرگردان کند. آدمی جسور همین خیل است. گفتید که میآید، گفتید که در راه است. کجا شد؟ حاضر میآید، باور کنید حاضر میآید. سردارم رفت، او را بدو چرخه میآرد. جانم ثانیه های دیگر باقی مانده است. دختر آخر حیاتش را از دست میدهد. دختر باشد هر چیزی که از دستش میآید کرده ایستاده است. مایلش فهمیدم. آخر ما هم برای کشتن او کوشش نمیکنیم که 5 دقیقه پس اینجا میشوند. خدایت. سردارم آهسته رانه، فکری مرا هم کنه داخل. حالا من جوان هستم. خاموش باش خیری. الو زودتر شوید خیری، نوربانو را از دست بدهیم. چی؟ نوربانو را از دست بدهیم؟ چی شد؟ آیا با نوربانو یکون چی شد؟ نه سردارم، زودتر حکم. اگر خواهی که شفا زنده ماند سلاحات را به من ده. زودتر مایلا شفا با شفام یگان کار نکن. حیوانی رزیل. یگیت، من از پسی تو گشتن مانده شدم، تو از خلاص شدن مانده نشدی ها؟ اگر خواهی او را کش، من بعد تو را میکشم. راضی هستی؟ راضی هستی؟ بعد تو را رفیقانی من خواهند کشت. رفیقانت؟ در اینجا غیر از ما کسی نیست. تو همین خیل فکر میکنی؟